سلام بچه ها، چطورین؟ من یوسف هستم، موبایل پلیر پنجانگشتی کال آف دیوتی موبایل. بچه ها خوش اومدین به این ویدیو. امروز یه ویدیوی خاص و متفاوت از کلاب واسهتون آوردم که قرار اخبار سیزن جدید یا همون سیزن 6 که در راهه رو واسهتون توضیح بدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات ویدیو، بچه ها ویدیو رو لایک کنید، همین الان یه لایک بزنید، 2 کامنت انگلیسی و یه قلب واسه من بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. خب بچه ها اینطور که معلومه یه اسکین متیکی که قرار بازی بیاد و عکسش رو الان دارید میبینید و اسمش گوست هستش، قرار به بازی اضافه بشه. یعنی فکر کنم شاید بهترین اسکین متیک باشه که قرار به بازی اضافه بشه، چون اسکین گوست واقعا طرفدار خیلی زیاد داره، مخصوصا خارجی ها خیلی عاشق گوستن و مخصوصا بچه های چیترها رو که میبینین همه گوست برمیدارن دیگه. در کل گوست خیلی اسکین خفن و پرطرفداریه و فکر کنم این بهترین اسکینی باشه که قراره به بازی اضافه بشه. و اکتیویژن واقعا یه تغییرات خیلی خوبی این سیزن ایجاد کرده که فکر کنم این سیزن هم بهترین سیزن بازی باشه بچه. از نظر من این اسکین خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بچه ها بریم سراغ گان جدیدی که قراره به بازی اضافه بشه. یه گان خیلی خوبیه تو قسمت رایفل ها، خیلی خوب که نمیدونم، در کل گفتم چون قیافش خیلی خوبه ولی اینکه بخواد از 117 متیک بهتر باشه رو نمیدونم، واقعا بخواد از 117 معمولی بهتر باشه رو نمیدونم. عکسش هم واسه گذاشتم دیدین بچه‌ها. والا نظری در مورد این گان ندارم چون هنوز به بازی نیومده و ازش استفاده نکردیم و نمیدونیم واقعا چطور گانی، ولی امیدوارم که یه گان خیلی خوبی باشه که بتونه 117 رو بیاره پایین، قدرتش رو واقعا بیاره پایین، چون 117 خیلی بد میزنه، یعنی خیلی بد میزنه. امیدوارم که گان خوبی باشه که بیاد به بازی و ارزش هزینه کردن داشته باشه، چون قراره لژندش بیاد. آره دیگه، وقتی یه سیزن اسکین متیک میاد دیگه گان متیک جدیدی نمیاد، لژند میاد. آره لژندش بیاد ارزش خریدن داشته باشه که بخواین خریدش کنید. حالا ما که پول نداریم بخریم، ما خب واسه شما میگم بچه، ما زیاد خرج بازی نمی کنیم، نه پولشو داریم نه دوست داریم که خرج کنیم. البته دوست داریم خرج کنیم ولی پول نداریم دیگه. اوضاع مملکت خودتون بهتر از من میدونید، اوضاع خرید سی پی رو واقعا بهتر از من میدونید. یه زمانی من سی پی میخریدم، سی پی هر 80 تاش 20 تومن بود، 19 تومن بود، 18. الان 50,000 تومنه و واقعا ارزش نداره که با خرج این بازی کنیم. بچه این عکس هم که دارید میبینید، این عکس گانای لژند و متیک قرار بازی برگرده، مثل پی پی 19 و ایکس پی آر و اینجور چیزا رو که از تو عکس خودتون بخونید دیگه بچه. ما واسهتون نتونستم بخونم، میتونم بخونم وقتشون ندارم دیگه، ویدیو 4 دقیقه است، میخوام سریع تمامش کنم. آره دیگه اون گانای جدیدی که قرار بازی برگرده امیناست و فکر کنم گانای خیلی خوبی باشه و ارزش زدن داشته باشه، چون ایکس پی آر گان واقعا خوبیه، پی پی 19 واقعا یه گان خیلی خوبیه واسه مولتی. این عکس هم بچه‌ها کموی جدید بازیه که قراره به بازی اضافه بشه و قسمت تورنمنت ها که پلی میدیم و اون کموی که بهتون میده همینه بچه‌ها، این رنگ اینوری سمت راستی. خب بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعدی.